واقعیتش نزدیک یک ماه میخوام این ویدیو رو بگیرم، ولی هر بار که دکمه رکورد رو میزنم سخت‌تر از دفعه قبل میشه. وانترای آنکات، بریم سراغش آقا. هرچی شد آپلوده. قبول. هلو گایز، واقعا امیدوارم تو خوب باشه. برگشتیم با یه ویدیوی دیگه و در اصل ویدیوی آخر. تا آخر ویدیو حتما همراهم باشین. چرا؟ بیاین یه سفر بریم این 3 سال اخیر رو و آخرین ویدیومون رو در اصل رکورد کنیم. من احسان اوتکست و به مدت 3 سال گذشته دارم داخل یوتیوب دست و پا میزنم. داخل به اصطلاح الگوریتم یوتیوب و سخت بوده. جدی بخوام بگم اینکه خیلی تلاش کنی سر یه ویدیو و آپلود کنی تا که مثلا برای 1 ساعت اول مغز بیاد پایین، در حالی که تو میدونی کلیپ ها عالیه. خب مثلا این کلیپ های مثل یوتیوبر شو، اسکیل ویدیو، اینا رو نگاه میکنیم به اینجوری که خب شاید تامنیل رو بد زدم، بعد نگاه میکنیم میبینی مزخرف ترین تامنیل رو زدم، برین داخل چنل بزنین موست ویود، یه ویدیو از 41,000 تا ویو خورده. چرا؟ تا الان فکر میکردم به خاطر اینه که مثلا حشری کننده بوده و جماعت ایران حشری هن. یا اینکه تامنیل عالی بوده، شاید تایتل عالی بوده، شاید تگاش قشنگ بوده، سئو قشنگی گرفته داخل یوتیوب، شاید. ولی خب اصلی ترین دلیلش از نظر خودم اینکه اون ویو بالایی گرفت و ویدیوهای باقی مونده 6K، 1K، 2K، 3K، اینا از نظر خودم اصلی ترین دلیلش این بوده که خود واقعی بودم دیگه. فکر بودم بدم میاد واقعا. و این 3 سال برین اولین ویدیو رو نگاه کنید، دقیقاً مال 3 سال پیشه. چقدر جالب. درد داره بگم، ولی خب دارم میام بیرون. احسان اوتکست دیگه تمومه دیگه، این چنل تمومه بهتره بگیم. چرا؟ اول از همه دم همتون گرم، 375 نفری که سابسکرایب کردن، اونایی که همه ویدیو رو لایک میکنن، کامنت های انرژیزا میذارن، واقعا دم همتون گرم. و اون 41,000 نفری که اون ویدیو کاملا مزخرف رو دیدن، واقعا دمتون گرم. با اونم ببینید دیدنتون سرویس. کاش ناامید نمیشدم، ولی خب شدم و دارم کامل خودم میکشم کنار از این ور یوتیوب فیک بودن. الان بیاین یوتیوب گیمینگ ایران رو نگاه کنین، کسی فوش نمیده. چرا؟ چون که میخوان که مخاطبای 13 ساله، 12 ساله، حتی 7-8 ساله که فقط گوشی رو گرفتن، به محض اینم که گوشی زنگ بخوره، به محض اینکه گوشی زنگ بخوره باید بره تحویل مامانش بده، ولی خب گوشی دستشه، میتونه مثلا چنل فلان ایکس گیمر رو ببینه. نمیخوام فیک باشم. کل حرفامو میزنم و آخرش هم ازتون درخواست دارم تا آخر ویدیو همراهم باش. نمیخوام فیک باشم. اینایی که طرف ریج زده، من میدونم داخل ذهنش میخواد فوش خواهر مادر بده به این باسه، مثلا خودش میدونه میخوام فوش خواهر مادر بدم ولی نمیده به خاطر مخاطب 8 ساله. خب من یه حرکت جدیدی دارم میزنم، شاید جواب نده. ببخشید گفتم آنکات. بزن اول یه داستان اورجینز بریم جلو، یکم کلیپ استاسیشه. برای این اسم میگم چشمام نما کنید، خیلی راحت تره همزاد پنداری کنید. 3 سال پیش یه جوونی که فقط رینبو سیکس سیج پلی میداد رندوم وارد یوتیوب شد. حتی نمیدونست یوتیوب چیه، نمیدونست چجوری کار میکنه، نمیدونست تگ زدن چیه، تامنیل چیه، هیچ نمیدونست. اومد وسط یه دریای وسیعی به اسم یوتیوب، یه گله آدم که از قبل رسیدن، شاید شانسی، شاید به حق، نمیدونم، ولی خب اومد و شروع کرد به ویدیو گذاشتن. میگم برین اولین ویدیو رو نگاه کنید، مال 3 سال پیشه. شروع کرد به ویدیو گذاشتن و هر بار که خواست با مغز بیاد پایین ناامید شه، دوباره گفت یا علی از جاش بلند شد. هر دفعه
جهت چنل رو عوض کرد، از با ادب بچه سال که خودم بودم تا بی ادب بدون تصویر، تا یه مدت فورتنایت با تصویر و تا بی ادب فقط صدا اینترو اوترو تصویر. سخت جدی گذاشتن این چنل به کنار، انگار انداختم سل و اشغال، ولی خب تصمیمی که گرفتم درد داره شدیداً. 3 سال تلاشه بالاخره، هیچکس 3 سال تلاش رو دور نمیندازه. شاید ویدیو بعدی که میخواستم بدم میرفت 100 کا ویو میخورد، 10,000 تا سابسکرایبر برام میآورد. شاید دارم زود ناامید میشم، ولی خب تصمیمی که گرفته شده. و برمیگردیم سر مطلب اصلی. از نظرم فیکن، حداقل گیمینگ. ریاکشن ها 2 تا از داخل کامیونیتی ریاکشن که قبول دارم، ولی خب گیمینگ فیکه. بچه ها، اونایی که داخل از کامیونیتی تب اومدن، سورپرایزی که داشتم این بود بعد از 3 سال خداحافظی از یوتیوب و میخوام داخل این دنیای فیک واقعی باشم. میخوام خود واقعیم باشم. از نظرم بهترین کاره. همین الان برین داخل بیو و میتونین برین داخل کامیونیتی تب. آخرین پستم یه چنل جدید زدم، کلا 2 تا سابسکرایبر گرفتم و نزدیک 12 تا 14 تا ویدیو گذاشتم داخلش و اونجا خود واقعیمم. اول که یوتیوب شروع کردم دنبال پولش بودم. واقعیت درآمد دلاری کیه که رد کنه؟ عشق گیم کنار درآمد دلاری. آرزوی هممون، همه گیمرها اینه که از گیمشون درآمدزایی کنن. همینن. اینو گرفتم بهتون بگم بفهمین دارین وارد چی میشین. در حد اندازه فکر کنم قرار راحت باشه و من قیدش رو زدم. این چنل جدیدم که الان لینکش پایینه برای پول نیست دیگه، برای خودمه. 375 نفر سابسکرایبر دارم. شاید اصلا الان در حال حاضر 375 نفر این چنل احسان آرتکست رو سابسکرایب دارن. شاید این ویدیو بره 100,000 تا ویو بخوره، شاید کلا 4 تا بخوره. نمیدونم کی ارزش قائلن، نمیدونم کیا قراره بیان اون چنل دنبالم. ممنون میشم بیاین و لطفا اگر میاین فقط بذارین بهتون بگم که دارین با چی روبرو میشین. من جوان 20 سالم، بدنم و عشق گیمم. اونجا دارم سعی میکنم که روزانه گیم بذارم، روزانه کلیپ دارم میدم بیرون با ایده‌های جدید، با ایده‌های نو که حس میکنم داخل یوتیوب ایران باشم. مثلا یه دونه سریزی که جدید رو انداختم ریل تاکه. یه لیوان چای میگیرم، میام جلوی دوربین و راجع به چیزایی که میخوام صحبت میکنم. دیگه برام مهم نیست ویو بگیره ویو نگیره، بترکه نترکه، ساب بگیره نگیره. در نظر هم مهم نیست، چون دیگه از اون بخش پول فکر نمی کنم بهش. من از ساختن ویدیو لذت میبرم، از ادیت کردن لذت میبرم، یه جوری میشه گفت معتادشم و چون علاقمه میخوام ادامهش بدم گایز. ولی دیگه داخل این چنل نه. این چنل میمونه، قرار نیست دیلیت شه، قرار نیست بله سرش بیاد. شاید تا یه روزی برگردم، شاید. و خود در حال حاضر داخل سن 20 سالگی من تقریبا دارم تموم میکنم، دارم میرم 21. متولد فروردین 82 هم. میخواین شما شناسنامه‌ام بدم. و داخل بخش جدیدی از زندگیم دارم میشم. امسال سال سختی بود در لحاظ زندگی شخصیم به شدت و تغییرات زیادی کردم خودم. همونطور که میبینین از ویدیو قبلی تا الان ریشامو زدم. مومه کوچولو در اومده، 3 بار تیغ زدم گایز، ناموسم پشمام. آره دیگه آقا این چنل تمامه. اگر نمیگم فن ندارم من، این 375 نفر اسم میکنم جزو خانواده من. ارزش قائل شدن، سابسکرایب کردن، ارزش قائل شدن بعضی ویدیوهامو دیدن و همینطور اون 41,000 تا. شاید دلیل این که ویدیوام ویو نمیگیره اینه که ارزشی نداره. داخل این دنیای وسیع که ملت میرن
سوسای مختلف امتحان میکنن و میلیونی ویو میگیرن و یکی میگه واقعیه یا کیکه و اونم میلیونی بازدید میگیره. شاید من کافی نیستم، شاید، و دیگه واقعیتش به تخمم نیست. خوش اومدین به احسان اوتکست رو بگی. احسان رو کات کن بذار اوتکست. چنل جدید زدم، اسمشو گذاشتم گیمگا، جایی که گیم ها ما رو میگایند و گاهی وقتا ما گیم ها رو میگاییم. اسم جالبیه، مورد علاقه خودم بود و اگه بیاین اونجا چیز غیر فوش قرار نیست بشنوین. قرار ریج کویت ببینین، فوش ببینین، کستمک بازی ببینین. کستمک بازی که شاید به بعضیا نخوره. شوخی ببینین با باقی مونده یوتیوبرها. چه دفعه ریدم به یکی فوش دادم، یه فعلا یکی تعریف کردم که هیچ خوشش نمیاد. نمیدونم. ولی خب حداقل هر بار که دارم ویدیو میذارم دیگه نمیشنم چک کنم چند تا ایمپرشن گرفت، چند نفر کامنت گذاشتن، چند نفر لایک کردن، چند نفر ساب کردن، تا کجای ویدیو دیدن. دیگه مهم نیست. خود واقعی من فکر کنم مدگل بود این حرفو میزد، میگفت من همونم که هستم و بالاخره دارم قبول میکنم چیزی که هستم. شاید بعضیاتون عاشقشین، بیاین حتما یه سر اونور بزنین، ولی اگر میخواین دکمه سابسکرایب رو بزنین مطمئن باشین که یه 4 تا ویدیو حداقل دیدین و مطمئن باشین که میدونین برای چی دارین ثبت نام میکنین. فکر کنم مدگل بود، میگه من همونم که هستم و دارم الان بالاخره قبول میکنم من اینم، بددهنم، کستمکم و معتاد گیمم. شاید گیمایی که هیچ کس پلی نده، شاید. این چنل دیگه علنا دید شده. درست برنامه این بود که این چنل جدید رو به جاش کلیپ ها رو همینجا بذارم، فقط ماهیت چنل رو عوض کنم. ولی به خاطر شاید ویدیوهای شورتیه که گذاشتم، شاید به خاطر 1000 تا چیز دیگه است، شاید به خاطر تعداد ویدیو زیاده. ناموسا یه لحظه برو تو پیج ببین چند تا ویدیو دارم. وای پسر، 3 سال وقت، 3 سال انرژی، 3 سال تا صبح بیدار موندن با نت شبانه 2 تا هفته صبح ایرانسل آپلود کردن، تا صبح ادیت کردن. میشه گفت تقریبا تش به هیچی نرسید. میشه گفت واقعا با ویدیو لذت برده باشین. این چنل این دیگه آخرین ویدیوشه تا معلوم نیست، ولی این قولو بهتون میدم تا مدت زیادی. اگر میخوایم بیاین اونور دنبالم بگم بدونین دارین برای چی ثبت نام میکنین، ممنون میشم بیاین 100%. خب دیگه پولش تخمم نیست و فقط میذارم چون لذت میبرم از پروسش. ادیت کردن، رکورد کردن، دکمه آپلود زدن، تامنیل قشنگ ساختن، تگ زدن، دیسکریپشن. و اون چنل یه دونه کانال تلگرام داره، این چنل هم داره، درسته. و خب این چنل دیگه کانال تلگرامش بسته شد، یعنی بسته نشد دیگه، خودم نیستم، یعنی پوزیشن من نیستم. و خب اون چنل فرقی با این چنل داره اینه که یک خود واقعی من کلا فوش خواهر مادره، 2 پیج اینستا نداره چون این چنل داره. علاقه به اینستا ندارم دیگه، حتی پیج پرایوت خودم نمیرم دقیقاً. و کانال تلگرام داره. کانال تلگرام جالبه. چرا؟ چون که یه چنل زدم زیرش یک گپ بگو که اونا که بخوان کامنت بذارن خود به خود اد میشن داخل اون گپه. و خب اونجا اگه علاقه من به گیمین بیاین بحثای گیمینگ رو بندازیم، ممنون میشم از همتون. و این ویدیو رو لایک کنید تا نفر بیشتری پیشنهاد بشه، همه ببینن که یوتیوب در نظر ساده نیست که خیلی فکر میکنن آره من گیمرم، بازیم خوبه، ویدیو میذارم، ویو میخوره. شاید برای دیگران بود، شاید برای دیگران باشه، برای من نبود. ولی تا اون موقع اونجا میبینمتون. فعلا خداحافظ. یا علی.